پارلمان تاجیکستان به چند بند یک کودکس جنایی تغییرات وارد کرد، از جمله وابسته به جنایت‌های سودای آدمان، تجاوز به ناموس و تشکیل فاحشه‌خانه‌ها. تغییرات‌های نو به کودکس جنایی وارد شدند. بر اساس تغییرات نو، آنهایی که قربانی تجاوز به ناموس را به بیماری سپید گرفتار می‌کنند جزای سخت‌تر خواهند گرفت. اینچنین بر اساس تغییرات نو برای تشکیل فاحشه‌خانه در تاجیکستان از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی می شود. بختاور سفرزاده وکیل پارلمان در شرح تغییرات‌های نو بر رادیوی آزادی گفت: ماده عمل کننده یعنی حاضر کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان که عمل میکنه چنین است: تشکیل یا نگهداشت فاحشه‌خانه‌ها، دلگی یا زنجلابی، تشکیل یا نگهداشت فاحشه‌خانه همچنین دلگی با غرض شخصی یا زنجلابی با جریمه به اندازه از 1000 تا 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال جزا داده می شود. یعنی یک قسم بود، یک قسم هست ولی عمل کننده است که کودکس جنایتی موافق تغییراتی که امروز وارد کردیم در اجلاس مجلس نمایندگان، همین خواندگی من قسم یک شمرده می شود و قسم دوی آن در چنین مضمون وارد کرده می شود. همین کردار اگر تکرارا یا از جانب گروهی متشکل صادر شده باشد با محروم ساختن از آزادی به مهلت از 5 تا 8 سال جزا داده می شود. مقامات انتظامی تاجیکستان چند سال است که مبارزه با فاحشگی در کشور را شدیدتر کردند. از جمله در اساس همین مبارزه ها زنان و مردان حق ندارند در مهمانخانه ها و یا حمام های جمعیتی یکجا استفاده برند. تغییرات نو به کودکس جنایی که جزا برای تشکیل فاحشه‌خانه ها را شدیدتر کرده است، یکی از بخش های این مبارزه گفته می شود. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.